نمیدونم چرا تازگی‌ها همه بچه‌ها پررو و قدر نشناس شدن. وقتی با پدر مادرها صحبت میکنیم میگن که دیگه بچه‌ها مثل قبل قدر شناس نیستن. برمیگردن همش به ما میگن برای ما چیکار کردین. ولی فکر نمی‌کنم اینطوری باشه ها. من چیز دیگه ای دیدم. یکی از مشتریامون ملیسا خانم 9 ساله که نشسته بودیم باهاش گپ میزدیم، وقتی ازش پرسیدم کدوم رفتار مامانت خوشحالت میکنه، گفت درباره خوبیای مامانم باید یه کتاب گلستان بنویسم. باورم نمیشد یه همچین جمله‌ای و از یه دختر دهه 90 دارم میشنوم که همه فکر میکنن ادبیاتشون مختص خودشونه و ما چیزی ازش سر در نمیاریم. این همه ساله دارم رو خودم کار میکنم، ولی این جمله رو درباره شوک‌گذاری و قدرشناسی از هیچ کدوم از استادای توسعه فردی نشنیدم. اینکه این بچه چقدر خوب تربیت شده و محیط خانواده‌اش چقدر پاکیزه است که قدرشناسی رو بدون اینکه کسی دیکته کنه بهش انقدر قشنگ یادش داده، خیلی ارزش داره. پس فکر نکنیم همه بچه‌ها قدر نشناسن. کسی که توی محیط سالم و درست بار اومده باشه خیلی هم اتفاقا قدرشناس و با فرهنگه.